سفری هفتمی سیندباد دریاگرد. ای یاران، بدانید که من چون از سفری ششم بازگشتم به عیش و نوش مشغول شدم. دیرگاهی به این احوال بودم و عیش من نقصان نداشت تا اینکه سفری دریا و معرکه بازارگانان را شوقمند شدم. پس من از متاعهای قیمت بها که مناسب دریا باشد بار بستم و از شهر بغداد به شهر بصره آمدم. در آنجا کشتی دیدم که جماعت بازارگانان بر آن نشسته مهیای سفر بودند و من نیز در آن با ایشان همراه شدم و همان روز روان شدیم. باد خوش بر ما بوزید و کشتی ما به سلامت به شهری رسید که او را شهر چین می گفتند و ما بسیار خرسندی و خوشوقتی داشتیم و در کارهای بازارگانی و خرید و فروش با همدیگر در گفتگو بودیم که ناگاه باد تند از پیش روی کشتی وزیدن و بارانی سخت باریدن گرفت. بارهای ما از باران تر شدند. نمدها و پرده ها هرچی داشتیم بر روی بارها بکشیدیم که از باران تلف نشوند. دستی دعای و تضرع به درگاه خداوندی برداشته از آن حادثه سختی هولناک خلاصی خواستیم. در آن هنگام ناخدا برخاسته آستین برزد و دامن به میان محکم کرده بر فراز چوب بادبان رفت. وی به چپ و راست نظر کرده تپانچه بر سر زد و ریش خود بکند. ما گفتیم ای ناخدا، چی حادثه روی داده است؟ برخیشتن بگیرید و یکدیگر را دعا بکنید و از خدای تعالی نجات طلبید و بدانید که باد بر ما غلبه کرده ما را به آخر دریاها انداخته است. پس از آن ناخدا فرود آمد و صندوق بگشاد و خلطه کرباسی بیرون آورد و سری خلطه را باز کرد و از او خاک مانند خاکستر به در آورده او را به آب تر کرد و ساعت صبر نمود. پس از آن او را ببوسید. آنگاه کتابی را از صندوق به در آورده بخواند و به ما گفت ای ساکنان کشتی، بدانید که در این کتاب چیزی دیدم که با حیرت من بیفزود و آن این است که هر کس به این مکان برسد نجات نخواهد یافت، ناچار هلاک خواهد شد. که این زمین را اقلیم الملوک گویند و قبر سلیمان بن داوودی علیه السلام در این مکان است و در اینجا ماهیانی بزرگ و بدهیبتند. هر کس که با کشتی به این اقلیم رسد یکی از ماهیان دریا به در آمده کشتی و آنچه در او باشد فرو برد. چون ما از ناخدا این سخنان بشنیدیم حیران شدیم. هنوز سخن ناخدا به انجام نرسیده بود که کشتی ما از آب بلند شد و باز بر روی آب فرود آمد. آنگاه فریادی بلند مانند رعد برآمد که از آن فریاد سخت ترسیدیم. در آن وقت ما هلاک را یقین کردیم که ناگاه از دور یک ماهی بزرگ چون کوه روی به کشتی آورد. ما از آن ماهی بترسیدیم، بر خود بگریستیم و مرگ را
آماده گشتیم. چشم بر آن ماهی دوختیم و از خلقت بزرگی او عجب داشتیم که ماهی دیگر به ما رو آورد. از او بزرگتر و درازتر مخلوق ندیده بودیم. ما در آن هنگام یکدیگر را ودا کرده گریان شدیم و خشتن همه لرزیدیم که ماهی دیگر از آن دو ماهی بزرگتر پدید شد. از غایتی بیم و هراس عقل ما برفت. پس آن ماهیان هر سه به دور کشتی همه گشتند و ماهی سیومین نزدیک بود که کشتی را با آنچه در اوست فرو برد. ناگاه باد تند برخاست. کشتی بلند گشته به کوهی بزرگ برخورد و در حال بشکست و تخته های او پراکنده شدند. بارهای و بازرگانان و ساکنان کشتی به دریا غرق گشتند. من جامه‌ای که در بر داشتم بیکندم، جز یک زیر جامه در تنم لباس نمانده بود. اندک شنا کرده به تخته از تخته های کشتی برسیدم و بر آن تخته برآمدم. موجها و بادها مرا در روی آب به هر سو می انداختند. گاهی به بالا گاهی به زیر می بردند و من از بیم گرسنگی در بدترین حالت بودم و خود را ملامت همی کردم که چرا پس از راحت خود را به مهنت و مشقت انداختم و به خود گفتم: ای سیندباد دریاگرد، تو هر دفعه رنجها و مشقتها میبری، باز از سفری دریا توبه نمی کنی و اگر توبه کنی باز توبه بیشکنی. اکنون این رنجها را ببر که هرچی بر تو روی دهد سزاواری آنی. پس از آن به عقل خود بازگشتم و گفتم که در این سفر توبه نصوح می کنم که باقی عمر دیگر سفر نکنم و در تمام عمرم نام سفر بر زبان نیارم. خلاص تا 2 روز در همان حالت در روی آب بودم و می گریستم تا اینکه خدا مرا نجات داده به جزیره بزرگ در آمدم که درختان بسیار و چشمه های روان و خوشگوار داشت. از میوه های درختان خورده و از آب چشمه ها نوشیده روانی رفته به تنم بازگشت و خاطرم بیک شد. ناتوانیم به توانایی بدل شد. آنگاه در جزیره می گشتم و تماشا می نمودم که در یک سوی آن جزیره نهری بزرگ و روان یافتم. در سری آن نهر ایستاده چشم بر آن نهاده بودم. از صورت کشتی‌ای که در سفری پیش ساخته بودم به یادم آمد. با خود گفتم: ناچار از بحر خود همان بر این کشتی بسازم که اگر خلاصی یابم به مقصود برسم و اگر هلاک شوم از مشقت و خستگی راحت خواهم یافت. پس از آن برخاسته از چوب‌های آن درختان جمع کرده از پوست شاخها و رشته گیاها مانندی طناب تابیدم و آن کشتی را محکم ببستم. آن را در آب نهر افکنده بر وی بنشستم و بر روی نهر می رفتم تا اینکه از آن جزیره بدر شدم و از جزیره دور گشتم. 3 شبانه روز
پس از دور گشتن از جزیره روان بودم، ولی در آن مدت بر روی کشتی افتاده خوردنی نداشتم و اگر تشنه می شدم از آب نهر می نوشیدم. از شدت رنج و بیم گرسنگی به هلاکتم چیزی نمانده بود. در چنین حالت به کوه بلند برسیدم که آب به زیر آن کوه داخل می شد. چون او را بدیدم، نهری را که در سفری پیش در آن رفته بودم به خاطر آوردم. از مشقت‌هایی که در آنجا کشیده بودم به یادم آمد. من بسیار ترسیدم. خواستم که کشتی را نگاه داشته از نهر به در آیم و به کوه بالا روم. آب بر من غلبه کرد، کشتی را به زیر کوه برد. چون این را دیدم از زندگی ناامید شدم، لیکن کشتیچه ام مسافه در زیر کوه رفته. پس از آن به مکان وسیع برآمد. آن مکان بادیه فراخی بود و آب در آن بادیه سرازیر می رفت و آوازش مانندی آواز رعد بود. چون کشتی تیز می رفت، من از ترس آنکه از بالایش نیفتم کشتی را با هر دو دست محکم گرفته بودم. کشتی بر آب سرازیر می رفت و من نمی توانستم که او را منع کنم و قدرت آن که او را به سوی خشکی بگردانم نداشتم، تا اینکه مرا به کنار شهر نیکو بینا و عالی حصار برسانید. خلق بسیار در آنجا بود. چون مردمان شهر مرا در روی کشتی در میان نهر دیدند که سرازیر می روم، دامها و ریسمانها به سوی کشتی انداخته مرا از نهر به سوی خشکی بکشیدند. من در میان ایشان از غایت گرسنگی و بیداری و واهمه مانند مردگان بیفتادم. از میان آن جماعت مرد سالخورده و شیخ بزرگوار به پیش من آمده به من جامه های زیبا بپوشانید و مرا برداشته به گرمابه برد و شربت های جان پرور حاضر آورد. چون از گرمابه بیرون آمدیم، مرا به خانه خود برد و در مکان نیکو جا داد و طعامهای نغز از بهر من مهیا کرد. من خوردنی خورده سیر شدم، حمد خدای تعالی و شکر خلاصی به جا آوردم. آنگاه غلامان او آب گرم آوردند، دست شستم و کنیزکانش دستارچه حریر آوردند، دستهای خود بخشکانیدم. آنگاه شیخ برخاسته در پهلوی خانه خود مکان جداگانه و خلوت از بهر من ترتیب داد و غلامان و کنیزکان به خدمت بگماشت و پیوسته غلامان و کنیزکان به من خدمت می کردند تا 3 روز به همین حالت از خوردنی های لذیذ و گوارا بخوردم تا اینکه جانی رفته به قالبم بازگشته و خاطرم برآسود و از اضطرابی که مرا بود راحت یافتم. چون روزی 4 شد، شیخ پیش من آمد و مرا تهنیت کرد و احترام نمود و گفت: ای فرزند،
اکنون اگر خواهش داری برخیز و از ساحل دریا به بازار رو و بضاعت خود را فروخته قیمت بستان و اگر متاع دیگر تو را در نظر آید بخر، شاید که تو را از آن سود رسد. من زمان ساکت شدم و به خود گفتم مرا کدام بضاعت است و سبب این سخنان چیست؟ شیخ گفت ای فرزند، غمگین مباش و به فکر فرو مرو. برخیز با من به سوی بازار رویم. اگر کسی بضاعت تو را قیمت دهد که خوشنود شوی بفروش و اگر بهایی که رضای تو در آن نباشد مده. من در کار خود فکر کردم و با خود گفتم که سخن این شیخ را قبول کنم یا به هرچی گوید اطاعت نمایم تا معلوم شود که این بضاعت چیست. در حال برخاسته به او گفتم ای شیخ، هرچی گویی مبارک است. پس از آن با شیخ به بازار در آمدم. دیدم که کشتی را که من با او آمده بودم کشوده و چوبهای آن را گرد کرده چوبهایش از درختی صندل بودند. دلالان خریداران را بر او دلالت می کنند و اندک اندک همه افزودند تا به 1000 دینار رسید. آنگاه بازارگانان از فزودن باز ایستادند. شیخ به سوی من نگاه کرده گفت ای فرزند، قیمتی بضاعت تو در این روزها همین است. اگر به این قیمت می فروشی پولش گیر، اگر نمی فروشی من از برای تو نگاه دارم تا هنگامی که قیمتش افزون شود. من گفتم ای شیخ، فرمان تو راست، هر آنچه خواهی بکن. شیخ گفت ای فرزند، این چوبها را به 1100 دینار می فروشی یا نه؟ گفتم بله. در حال غلامان خود را گفت چوبها را برداشته به حجره بردند و مرا به خانه برده پول را پوره بشمرد و همیان حاضر کرده زرها را در همیان گذاشت و سری همیان را به قفل آهنین محکم کرده کلید قفل را به من سپرد. پس از چند روز به من گفت ای فرزند، کار به تو باز نمایم و خواهشی من این است که سخن مرا قبول کنی. گفتم ای شیخ، آن کار کدام است؟ گفت ای فرزند، بدان که من مردی سال خوردم و مرا پسری نیست، دختری دارم نیکو شمایل و خداوندی مال و جمال همه خواهد آن دخترم را به کابین تو آورم و تو ساکنی همین شهر شوی. پس از آن تمام مال خودم را به تو بخشم و تو را قایم مکانی خود گردانم. چون من سخن او بشنیدم گفتم ای امک مهربان، به خدا سوگند از بس که رنجها برده و خطرهای زیاد دیدم مرا فکری درست نمانده است. اکنون مرا تو بجای پدری و امر توست. در حال شیخ فرمود قاضی و شاهدان را حاضر آوردند. دختر خود را به من عقد بست. مرا به حجره دختر فرستاد. او را نکوروی و زیبا جمال یافتم و او را با بسیار چیزهای زرینه و عقدهای گوهرین زینت و آرا داده بودند و از سنگهای قیمت بها که به 1000 دینار قیمت داشتند بر او دیدم.
مرا مهر به او بجنبید. بنیان محبت در میان ما محکم شد. مدت با او در عیش و نوش بودم تا اینکه پدری او بیمرد. من صاحب مال و ملک شدم. همه غلامان او در زیر حکم من در آمدند، چنانکه به اجازت من کسی کار نمی کرد. پس من با مردمان شهر مناسبت کردم. دیدم که در سری هر ماه حالت ایشان دیگرگون می شود. از آنها پر و بال پیدا می شود که با آن پرها به سوی آسمان پرواز می کنند. من به خود گفتم چون سری ماهی نو شود از یکی از اهل شهر خواهش نمایم که به هر جا روند مرا نیز با خود ببرند. چون سری ماه در آمد گناه های ایشان تغییر یافت. پیش یکی از ایشان رفته به او گفتم تو را به خدا سوگند می دهم که مرا با خود ببر تا تماشا کنم و با شما بازگردم. وی وعده مرا قبول نمود. من بر او بیاویختم. مرا برداشته به هوا بپرید و چندان به هوا بلند شد که آوازی تسبیح ملاک از فلک به گوش می رسید. من از این کار در عجب شدم و قدرت خدا را باور کرده سبحان الله گفتم. هنوز تسبیح من تمام نگشته بود که آتش از آسمان فرود آمده نزدیک بود که همه ایشان را بسوزاند. همه با یک بار به زمین آمدند و مرا در کوه بلند بیانداختند و بر من بسیار خشم کردند. مرا در همانجا گذاشته بیرفتند. من در همان کوه بیماندم و از کردار خود پشیمان بودم و می گفتم که سبحان الله از مصیبت خلاص می شوم تا به مهنتی از وی بزرگتر گرفتار گردم. من حیران ماندم و چی کار کردنم را نمی دانستم. ناگاه دو پسری خوبصورت را دیدم که در آن کوه همی گشتند و در دستی هر کدام از آنها عصای بود از زری سرخ که به او تکیه می کردند. من به پیش آنها رفته سلامشان دادم. ردی سلام کردند. به ایشان گفتم شما را به خدا سوگند می دهم بازگویید که کیستید و کار شما در این مکان چیست؟ گفتند ما از بندگان خدا هستیم. آنگاه یکی از ایشان عصای خود را به من داد و بر راه خود رفتند. مرا در همان مکان بگذاشتند. من عصا را به دست گرفته در سر آن کوه می گشتم و در کار آن دو پسر حیران بودم. ناگاه از پای آن کوه مار بزرگ فراز آمد و مرد در دهان داشت که تا ناف آن مرد را فرو برده بود. آن مرد فریاد می زد و می گفت هر کس مرا خلاص کند خدای تعالی او را از هر سختی نجات دهد. من پیش رفته با عصا بر سر آن مار زدم. در حال مار آن مرد را از دهان بیانداخت. آن مرد پیش من آمده گفت چون از این مار مرا تو خلاص کردی هرگز از تو جدا نشوم و در این کوه با تو خواهم بود. من با او یار گشته در آن کوه می گشتیم که ناگاه طایفه رو به ما آوردند. دیدم همان مرد که مرا به دوش گرفته به آسمان پریده بود در میان ایشان است. من پیش رفته عذر خواستم و به او گفتم ای یاری دیرین. یاران
با یاران چونین کنند؟ گفت تو نوانه که مرا با تسبیح خود هلاک کردی؟ گفتم بله ای یاری وفادار، بر من عیب مگیر که از این کار من آگاه نبودم، لیکن پس از این هرگز سخن نگویم و تسبیح نکنم. آنگاه آن مرد با من شرط کرده و پیمان بست که دیگر نام خدا را بر زبان نبرم و تسبیح نگویم. چون من عهد قبول کردم، آن مرد مرا به دوش گرفت و به هوا بپرید و مرا به منزلم رسانید. زنی من پیش آمده مرا سلام کرد و بر سلامتی من شاد گشته حمد خدا به جا آورد و به من گفت بعد از این با این طایفه مناسبت مکن و از بیرون رفتن با ایشان برحذر باش که ایشان از دوستان شیطان ها هستند و یاد خدای تعالی نکنند. من با او گفتم پس حال پدر تو با ایشان چون بود؟ گفت پدر من با ایشان نبود و مثل ایشان نمی کرد. حالا که پدرم وفات کرد، فکر من این است که تمام مال خود را بفروشی و قیمت آن را بضاعت تجارت خریده به سوی شهر خود سفر کنی و مرا نیز با خود ببری که مرا پس از پدر و مادر در این شهر نشستن لازم نیست. فکر او به من معقول شد. چیزهای آن شیخ را یک یک بفروختم و در انتظار کشتی بودم که از آن شهر سفر کنم. ناگاه جماعت از آن شهر قصد سفر کردند و کشتی بساختند. من از ایشان کرایه کرده پول کرایه را دادم. زنی خود را با بضاعتها و زر و سیم در کشتی گذاشته مال و ملک و خاک و خانه را ترک کردم. ما از جزیره به جزیره و از دریا به دریا روان گشته همی رفتیم تا اینکه به سلامت به شهر بصره رسیدیم و در آنجا توقف نکرده به شهر بغداد آمدیم. من به خانه خویش آمده یاران و پیوندان خود را ملاقات کردم و از دیدار عیال و فرزندان شادمان گشته مال خود را در انبارها بنهادم. یاران من ایام غیبت سفر هفتمین را شمردند که 27 سال بوده است. ایشان از من ناامید گشته بودند. چون از سفر بازگشتم و ماجرای خود به ایشان حکایت کردم، همگی در کارم حیران و در غایت تعجب ماندند و به سلامتی من تهنیت گفتند. پس توبه کردم که دیگر در بحر و بر سفر نکنم. ای سینباد حمال، تو با کارم نظر کن که چی رنج و خطرها به من روی داد. ببین که چی محنتهای را دیدم تا این زمان آسوده نشستم. سینباد حمال از سینباد دریاگرد عذر خواست و با او گفت تو را به خدا سوگند می دهم که چیزی که از من سر زد بر من عیب مگیر. سینباد دریاگرد عذر او قبول کرد و او را به خود دوست انتخاب نمود. آنها پیوسته با یکدیگر دوستانی نزدیک بودند و با عیش و نشاط به سر می بردند تا بر همزننده لذتها و پراکنده کننده جمعیتها بر ایشان بتاخت. اینجا ما سرگذشتی سینباد دریاگرد را به پایان می رسانیم. امید داریم که
این سرگذشت به شما پسند شده است. با کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. خانه آباد و سربلند باشد.